بعد 4 سال گمنامی دختر دولتبی آدینایوا از سوریه تماس گرفت. همین نمره مرا اوچه ما رفتن 2 مرتبه آواز دختر اومد دلم گفتم با همی تا یک تجاور بگم با همی اولی و غاز کنم که آواز دختر ما شنویدم. دختر این زن سرویناز نام دارد و او را سال 2015 با 2 فرزند شوهر افراطیش از روسیه با بهانه طبابت به سوریه برد. اولو خمیگو که اوچه زندگیم خسرو و 3-4 مکیسو که اوچه نکنه مرا سراغ بیای مرا بنامو خدا بسپارو چه که در تقدیر ما بدای مامرای خلاصی کفتی سیم پشیمونی ما اومدگیمونو هیچ علاج نداریم. سرویناز به مادرش گفته است شوهرش را 4 ماه پیش کشتند و با 6 فرزندش در دست سربازان کرد اسیرند. اوچه جون گفت برای خدا من گفت حتی شما همی پول او کوچه میدونم که ما نداریم پول روی نمیکنی که جون من خریداری کن. این مادر میگوید به مقامات تاجیک مراجعت کرده است و امید دارد دختر و نبیره‌هایش را برمیگردانند. دیلم پریغم قصه میگنم که خانه گلک داریم همه فرزندا بخچانجی دارن برای مادر هر یک فرزند به خودش جای علاهیده دارم 10 فرزند داری 10 جای جگرت شکاف و خاطر پریشان 1 تا داری 1 تا 10 تا داری 10 تا 100 تا داری 100. تا حال 30 زن تاجیک در پناهگاه‌های سوریه حساب شدند که هر کدام از 1 تا 4 کودک دارد. مقامات تاجیک گفتند آنها را برمیگردانند.